توی این ویدیو قراره که با همین آتش‌خالای دورمون 24 ساعت توی طبیعت زنده بمونیم و قراره که اول با آتیش روشن کردن شروع کنیم. به عنوان مورد اول میخوایم که با آدامس و یه دونه از این باتری کو دستک با این باتریا آتیش روشن کنیم ببینیم که میشه یا نه. قاعدتا کلیپشو خیلی جاها دیدین ولی خب بیشترشون فیکه و نشدنیه. با این باتریا میشه روشن کرد، این باتری شارژ گنده لیتیومیا. بریم که روشنش کنیم. اول نیاز داریم که یه سری خار و خاشاک خشک تو بیابون ریخته، همون خار و خاشاک رو نشون بده از اینا جمع کنیم که باش آتیش رو روشن کنیم به عنوان استارتر آتیش. قطع شو. اول باید یه دونه آدامس رو در بیاریم. این پوست زرده شو نمیخوایم، خود این آدامس هم نمیخوایم. چیزی که میخوایم این فویلیه که اینجاست. بفهم بیام خود آدامس هم نمیخوایم. چیزی که نیاز داریم اینه. این فویله یه ورش آلومینیومه و رساناست و نازک هم است، اون ورش هم کاغذیه و باید یه جوری اینو برش بدیم که وسطش نازکتر شه، بغلش کلوفتر. یه همچین شکلی میخوایم ازش. حالا باید اینو روشنش کنیم. بخش بالاییش و پایینیش رو باید بزنیم به منفی مثبت باتریمون و این خودش روشن میشه. بریم که انجامش بدیم. سوختم. مجددا تلاش میکنیم. ترکید. از اونجایی که باتریمون خیلی قویه نیازی نیست وسطش رو نازک‌تر کنیم چون همینجوری آتیش میگیره. بردی یکی دیگه. بیا. بریم برای تلاش بعدیمون. آی دستم سوخت. داره دود میکنه یه نمه. میخوای؟ چند تا میخوری؟ خب توی تلاشای قبلی هر چقدر تلاش کردیم این خودش خاموش میشد چون که اون کاغذ وسطش خیلی کم بود و برای آتیش ما جوابگو نبود. یه کاغذ دیگه از همین خود آدامس بهش اضافه میکنیم، میریم برای روشن کردنش. خب آقا با موفقیت آتیشمون روشن شد بعد از البته کلی تلاش. از این بیشتر آتیشش نمیزنیم چون طبیعته، نمیخوایم گم بزنیم به همه جا. من خاموشش میکنم بره. مورد بعدی که میخوایم باش آتیش روشن کنیم سنگ چخماقه که اینو احتمالاً تو این فیلم‌های قدیمی دیدین. یه دو تا سنگو به هم میزنن، جرقه میزنن، آتیش روشن میشه. و اگه امتحان کرده باشین معمولاً آتیش روشن کردن با اینا اونقدری که تو فیلم‌ها میبینین آسون نیست. میخوام اصولیشو بهتون یاد بدم. یه دونه چاقو نیاز دارین و یه سنگ چخماق. و یه تیکه چوب قاعدتاً. اول باید چوبمون رو بذاریم روی یه سطح صاف و جایی که باد نیاد. بعدش باید از این خورده چوبا درست کنیم با چاقو به جایی که میتونیم. اینم بگم که اگه شما 1% از این سنگ چخماقی نداشتین این فندکایی که چخماقی روشن میشن هم میتونه کار براتون در بیاره. البته اگه فندک رو داشته باشین و گاز داشته باشه که با هم خودش رو روشن میکنه که نیازی به این نداری. ولی خب اگه گازم نداشت با همون جرقه‌ای که فندک داره میشه با این روش روشن کرد آتیشو. سنگ چخماقمون رو آروم یه خراش روش میدیم، چند تا خراش که این پودرش بریزه روی چوبامون. بعد از اینکه اینو ریختن یه جا همشون رو یه نقطه جمع میکنیم. بعد با یک ریدم از اول دوباره تلاش میکنیم ببینیم میشه یا نه. نشد. چرا نمیشه؟ گرفت. کارتون زیرش روشن شد، چوبه روشن نشد. خب از اونجایی که کرک نداشت لباسم و نمیخواستم زیاد لباسمو جر بدم، این دستمال کاغذی استفاده میکنم.
ولی شما اگه جای گیر کردین میتونین لباستون رو به فنا بدین سر یه آتیش. دستمال رو میذاریم اینجا و یه سنگ هم میذارم روش باد نبرتش. مجددا چخماق رو باید بتراشیم روش. بعدش بزنیم که روشن شه و خب با موفقیت آتیشمون هم روشن شد. اینم با چخماق. برای مورد بعدی میخوایم با آب آتیش درست کنیم. آب و یه تیکه پلاستیک که تو طبیعت ریخته، ولی خب من سلفون آوردم چون کارم راحت تر شه. این مورد توی شب جوابگو نیست، چون برای روشن کردن آتیش به نور خورشید هم احتیاج داریم. در واقع باید با آب و یه تیکه پلاستیک یه چیز شبیه ذره‌بین درست کنیم و نور خورشید رو متمرکز کنیم و آتیش درست کنیم. یه گودال میکنیم که پلاستیکمون رو بندازیم روش و آب بریزیم توش. مهندس زیرش چیزی نمیخوای بذارید؟ زیرش؟ نه میره. یه مقدار آب رو میریزیم رو این. خب این از آبمون. گوشه‌های پلاستیک رو باید برسونیم به هم به این شکل و اینجا قطعش کنم بره. بعد پلاستیک رو یه جوری مچالش کنیم این حالتی که یه حالت گردی پیدا کنه و بعدش رو به نور آفتاب میگیریم و دقیقا مثل ذره‌بین سعی میکنیم که این نور رو یه جا متمرکزش کنیم. از شانس بعدمون این روشن شد، ولی خب آفتاب رفت. آفتابو بگیر رفت پشت ابر. همین رو ادامه بدین آتیش میگیره. خلاصه که شدنیه. خب بعد از روشن کردن آتیش تو طبیعت، مورد بعدی که نیاز داریم اینه که آب پیدا کنیم بخوریم. این آبه و خب قطعا آب به این تمیزی همیشه تو طبیعت پیدا نمیشه و ممکنه که بعضی وقتا گل باشه، یه حالت این شکلی داشته باشه و نیاز داشته باشیم که این آب رو تمیزش کنیم. ببینید یه آب این شکلی میاد دستمون. حالا برای اینکه این قابل خوردن باشه باید چیکار کنیم؟ وسایلی که نیاز داریم برای ساختن یه دستگاه تصفیه آب که این لجن رو قابل خوردنش کنیم، یه دونه بطریه و دستمال کاغذی و یه چاقو. اول باید قسمت بالایی بطریمون رو کامل ازش جدا کنیم. البته این پایین بطریه. خب یه چیز این شکلی میسازیم با بطری. قسمت درش رو یکی دو تا دونه دستمال میذاریم. اگه هم در دسترستون بود پارچه استفاده کنیم، من ندارم. یه بگردین پیدا کنین یه پارچه‌ای لباستون رو جره بدین، نمیدونم. در بطری اون رو باید سوراخش کنیم اندازه‌ای که آب ازش رد بشه. دستمال رو میذاریم و در رو میبندیم روش. یه لیوان میذاریم اینجا و آب رو میریزیم توش. آب گلالوده رو دوباره آب گلالود به اون تحویل داد. ضعیف بود. تعداد دستمالا رو باید بیشتر کنیم و این بار یکم آرومتر میریزیم که این موقع دستماله جر نخوره. همونطور که میبینین این آب کمتر گلالوده این بار. این برای تستش دوباره فقط آروم باید بریزیم که این زیاد فشار نیاد به دستماله که بخواد بیفته. خب
همونطور که میبینین آبی که داره میاد دیگه کامل صافه و کثیف نیست. درست داره فوکوس میکنه. وقت نداریم بقیه‌اش بچکه. ببینین نتیجهش شد این. حالا اگه شما بیشتر اینو تکرارش کنین آب هی تمیزتر میشه. این آبو حتما بجوشونین بخورینش، چون ممکنه که یه سری ویروس، باکتری یا هر چیزی توش باشه. شیرینه. آیتم بعدیمون وسایلیه که برای شکار بهشون احتیاج پیدا میکنیم که بقا داشته باشیم توی طبیعت. یه تیکه چوب میخوایم و یه نخ میخوایم که تیرکمون درست کنیم. درست کردن تیرکمون خلاف چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن به کش احتیاجی نداره و کلا تیرکمونا با کش کار نمیکنن. با اون خاصیت انعطاف پذیری خود چوبه که تیر شلیک میشه. یه نخ رو برمی‌داریم، نخی که کش نیاد، به بالا و پایین یه تیکه چوبی که تازه است میبندیمش به این شکل. حالا تا جایی که بشه باید محکمش کنیم. اینجا یا نزدیک‌تر اینو بگیرش. بعدش بعد اینو تا جایی که میتونیم بکشیم و وصلش کنیم به قسمت پایینی چوبمون. دقت کنین که نخه نباید هیچ چیش اضاف باشه و شل باشه. کار در اومد. یه تیرکمون ساده ساختیم. برای تستش از اونجایی که اینجا حیوانی نیست و اگه بودم خب بهش آسیب نمیزدیم، میخوام از این بادکنکی استفاده کنم. بادکنکی رو میذارم یه گوشه و سعی میکنم با این چوبای تیر بسازم و اینو بزنمش. ببینیم تیرکمونمون به درد شکار چیزی میخوره یا نه. میس دادم، زدم بهش ولی نترکید. چوبی که دارم اونقدر قوی نیست، باید چوب کته کلفتر می بود که بشه باش این کار کرد و کارم با تیرکمون خیلی خوب نیست. تیرکمونم شکست. کار کردن با تیرکمون کلا سخته و نمیشه زیاد کاری کرد. بعد چوب درست حسابی باشه و آزمون خطای زیادی داره. بگردید که لوله چیزی پیدا کنین یا چوب بامبو پیدا کنین که وسطش سوراخ باشه، یه تیر دارت بسازین با یه چوبی، کاغذی، یه پنبه‌ای، زهرمار چیزی و اینو بذارین توش، راحت شکارتون رو کنین این شکلی. ببین به همین راحتی. به عنوان آیتم بعدی میخوایم مشعل درست کنیم. یکی از چیزایی که خیلی مهمه برای موقعیت‌های بقا و حتما باید یکیشو داشته باشین شب که بتونین زنده بمونین، یه مشعله. مشعل صرفا یه پارچه نیست که دور چوب پیچیدن و آتیشش زدن. باید جوری باشه که باد بیاد خاموش نشه و دوام بالایی داشته باشه. ساده ترین راهش اینه. بیا اینجا رو بگیر. برای ساختنش شما یه چوب میخوای که دورش حالا یه نخی تنابی چیزی میپیچی. بعدش کره میخوای، یه چیزی مشابهش، حالا چربی حیوان یا هر چیزی میتونه باشه. یا دیگه یه جوری پیدا کنی، من نمیدونم. اگه جای موندین خواستیم کثافت بزنه، اینو میپیچیم دور این با همون پوستش. بعدش یه تیکه پارچه رو میپیچیم دورش و بعدش اینو با طناب محکمش میکنیم به این شکل. حالا باید اینو روشنش کنیم. آتیش روشن کردن رو توی بخشای قبلی یادتون دادم دیگه. حالا اینجا من میخوام یه حوصله‌شو ندارم از اون بعدش روشن کنم، ولی صرفا اینو بگیرین رو آتیش کار در میاد. خب این موادی که استفاده کردیم چون پلاستیکی بود نتونست که روغن رو جذب کنه و روشن بشه. این کره زیرش موند عملاً و روشن نشد. حالا برای اینکه شما بتونین اینو بسازینش باید از مواد پنبه‌ای استفاده کنین. این پلاستیکی رو جواب نمیده. توی مورد بعدی باید با این دوتا چوب واسه خودمون سرپناه بسازیم و
موادی که بهشون احتیاج داریم همین چوباست و هیچ چیزی که بتونیم دورش بپیچیم، حالا پلاستیک یا پارچه، هر چیزی که بشه بالا سرمون باشه. متریالی که داریم و میپیچیم دور این چوبا این شکلی. سرپناهی که میخواستیم ساخته شد. این شکلیه، کوچیکه ولی خب شما میتونید بزرگترش رو بسازی. میتونید بری زیرش و اگه مثلا بارونی چیزی میومد از بارون در امان باشیم. همین. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. امیدوارم که چیزایی که توی این ویدیو گفتم هیچ وقت لازمتون نشه و توی این جور موقعیت ها قرار نگیرین. ویدیو رو لایک کنین و برای دوستاتون بفرستین. خداحافظ.